عاشقای دنیای وحشت سلام. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتین نظرتون رو در مورد ویدیو ارسال کنید. اگه موافق باشید بریم سراغ داستان ترسناک امشب. سویچ ماشین داستان ترسناکی است که برای یک پدر و دختری در یک شب بارانی اتفاق افتاده. شبی پدری همراه دخترش که در جاده کم تردد در بیرون شهر رانندگی میکرد. آنها کل روز را نزد مادر دخترک که در بیمارستان بستری بود سپری کرده بودند و شبانگام در حال برگشت به خانه بودند. دختر در حالی که به صدای ضربات قطره‌های باران روی سقف ماشین گوش میکرد خواب چشمانش را سنگین و شروع به چرت زدن کرد. ناگهان صدای بلندی به گوش رسید. پدر با فرمان دست و پنجه نرم میکرد تا کنترل لاستیک ها را از دست ندهد، اما ماشین روی جاده خیس بارانی لیز خورد و به دیوار سنگی برخورد کرد. پدر دخترک را دید که در سر تصادف زخمی شده است. پس از آن از ماشین پیاده شد تا اوضاع ماشین را ارزیابی کند. هر دو لاستیک جلوی ماشین ترکیده بود و گلگیر سمت راست در اثر اصابت با دیوار جمع شده بود، اما قسمت‌های دیگر ماشین صدمه چندانی ندیده بود. پدر که سعی می‌کرد وضعیت رو برای دخترش توضیح دهد گفت ما حتما از روی چیزی توی جاده رد شده ایم. هر چیزی که بوده جفت لاستیک ها را سوراخ کرده. دخترک در حالی که از شوک تصادف میلرزید پرسید میتونی درستش کنی پدر؟ پدر در حالی سرش را به نشانه منفی تکان میداد پاسخ داد نه، متاسفانه من فقط یک لاستیک اضافه دارم. مجبورم برگردم به شهر و یکی رو پیدا کنم تا ماشین رو یدک کنه. شهر از اینجا زیاد دور نیست. تو میتونی توی ماشین منتظر بمونی؟ دختر با اینکه دلش نمیخواست گفت باشه، اما لطفا خیلی طول نکشه. مرد میتوانست ترس را در چشمان دخترش ببیند. در حالی که در ماشین را میبست به دخترش گفت همینجا بنشین، به محض اینکه بتونم برمیگردم. دختر پدرش را در آینه جلوی ماشین نظاره کرد که با گام‌های خسته در زیر باران به سمت پایین جاده میرفت تا در سیاهی شب از دیده پنهان شد. 1 ساعت از رفتن پدرش میگذشت. دخترک در شگفت بود که پدرش چرا هنوز بعد از این همه وقت باز نگشته است. او بسیار نگران بود چرا که پدرش تا آن موقع باید برمیگشت. در همان هنگام نگاهی به آینه جلوی ماشین انداخت و شمایلی را دید که از دور به سمت ماشین حرکت میکرد. دخترک فکر کرد که آن شخص پدرش است، اما هنگامی که سرش را برگرداند تا نگاه دقیق تری بیاندازد متوجه شد که مرد غریبه ای است.
مرد لباس سرهمی پوشیده و ریش پرپشتی صورتش را پوشانده بود. او چیز بزرگی را در دست چپش گرفته بود که با هر قدم به جلو و عقب تاب می‌خورد. چیزی در رابطه با مرد غریبه وجود داشت که دختر را عصبی می‌کرد. همانطور که مرد به ماشین نزدیک می‌شد، دخترک به شیشه عقب ماشین خیره شد و چشمانش را ریز کرد تا بهتر ببیند. در نور کم جاده دخترک فهمید که مرد در دست راست خود چیزی را محکم گرفته است. یک ساطور بزرگ و تیز. مغز دخترک وحشت زده سریع شروع به کار کرد. هر دو در جلو را قفل کرد. سپس روی صندلی عقب پرید و درهای عقب را نیز قفل کرد. وقتی که سر خود را بالا آورد، مرد غریبه را دید که ایستاده به من نظر می رسد که مستقیما به او زل زده. ناگهان مرد دست خود را بالا آورد و دخترک جیغ بلندی از ته دل کشید. در دست چپ او سر بریده‌ای پدرش بود. دختر پشت سر هم جیغ می‌کشید. نمی‌توانست خودش را کنترل کند. قلبش دیوانه‌وار در سینه می‌کوبید و به سختی می‌کوشید نفس بکشد. چهره پدرش حالت وحشت زدگی را هنوز در خود نگه داشته بود. دهانش باز. مردمک چشمانش به سمت بالا چرخیده و فقط سفیدی چشمانش معلوم بود. وقتی که مرد غریبه به ماشین رسید، صورتش را به شیشه ماشین چسباند و با چشمانی سرخ و دیوانه‌وار به دختر خیره شد. موهای مرد آشفته و کثیف بود. روی صورتش نیز زخم‌های عمیق خودنمایی می‌کرد. برای یک لحظه مرد همانجا زیر بارش باران در حالی که پوزخند می‌زد مانند مرد دیوانه ایستاد. سپس دستش را درون جیبش کرد. چیزی بیرون آورد و به آرامی دستش را بالا برد. سویچ ماشین پدر دخترک در دستش بود. عشقای دل، اگه از داستان خوشتون اومد نظرتون رو در مورد داستان ارسال کنید و ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال فراموش نشه. تا داستان ترسناک دیگر، بدرود.